دوست من، یه دفتر سفید برای خودت وردار و 40 روز هر آنچه که انجام دادی توی این دفتر یادداشت کن. برای خودت، نه برای کسی. حالا به هر شکلی که حرکت میکنی و اقدام میکنی بنویس. امروز حسن فصیحی دست به مهره بازی کرد. روز رو چگونه آغاز کرد؟ چه اتفاقهایی افتاد؟ مثل یک دوربین مخفی برای خودت عمل کن. بنویس و شب که شد، موقعی که میخوای استراحت کنی و به بستر بری، دست به مهره‌های روزانت رو نگاه کن که چگونه عمل کردی.